ما در اصفهان زندگی میکنیم، شهری که مردمش و خودش با علم و هنر در هم گره خورد. بی جهت نیست که ایران رو به اصفهان میشناسن. قندون، گالش، گلدون، سینی پذیرایی و خیلی موارد دیگهشون هنر قلمزنیه. تزئینات دیواری، رومیزی و بسیاری وسایل دیگه مردم این شهر هنر میناکاریه. رومیزی زیبای خونه هاشون هنر قلمکاریه. فرش زیر پاشون که نمیگذاره سر از روی زمین بالا بیاری اصفهان، نائین و کاشونه. قاب عکس روی دیواراشون خاتمکاریه. انواع ظروف و تزئیناتشون مسگریه. از هنر فیروزه کوبیشون واسط نمیگم، چون که دوست نداری دیگه چشم ازش برداری وقتی میبینیش. سرتو درد نیارم، 287 صنعت دستی متعلق به اصفهان وجود داره. مردم اصفهان در همه چیز سبک خاص خودشون رو دارن، تا جایی که در موسیقی، تئاتر، آواز هم سبک دارن به نام اصفهان. اونها هیچ کاری رو عادی انجام نمیدن. هتل میسازن، میشه هتل عباسی که خیلی ها آرزو دارن فقط یک شب رو اونجا صبح کنن. خیابون میسازن، میشه چهارباغ، مست آرامشش میشی. پل میسازن، میشه 33 پل، خواجو، جویی. شما در اصفهان داخل یک شهر قدم نمیزنی، توی یک موزه قدم میزنی با ابعاد یک باغ شهر، فقط ورودی نمیدی. اینم از قصاصتشونه. میدون میسازن، میشه نقش جهان. گرد میچرخی مستانه و سیر نمیشی از دیدنش. و اما وقتی که مسجد میسازن، عظمت این جمله الهی که میگه فتبارک الله احسن الخالقین رو با گوشت و پوست و استخونه درج میکنی. بله، مسجد میسازن، میشه جامع عباسی. مکتب و مدرسه تأسیس میکنن، میشه شیخ لطف الله. محل کاسبی احداث میکنن، میشه بازار قیصریه. دارالحکومه میزنن، میشه عالی قاپو. گمرک و ورودی شهر درست میکنن، میشه پل شهرستان. خیلی دور نریم، ساختمان اداریشون میشه شهرداری کنونی و سرپرستی سابق بانک ملی. حتی خورد و خوراکشونم عقل از سر آدم میپرونه. شیرینیشون میشه گز. غذاهاشون یک مدل و 2 مدل نیست، اما شاخص اون میشه بریون که بوش آدمو مست میکنه. دسر درست میکنن، میشه خورش ماس. خدای من مگه یه شهر چند تا امضا میتونه داشته باشه؟ تا حدی که میشه زدن این مثال ها ساعت ها طول بده. خلاصه که از شیر مرغ گرفته تا جون آدمی زاد، از خونه تا وسایل خونه، محل کار، محل تفریح و هر جای دیگه اصفهانی‌ها با هنر گره خورده. مردم برزیل یک مثالی دارن در مورد تیم ملی فوتبالشون، میگن ما از شما قهرمانی نمیخوایم، بلکه شما محکوم به قهرمانی هستید. و این صحبت در مورد اصفهان هم صدق میکنه. داستان آبادی برای اصفهان فرای از حقه، بلکه اصفهان محکوم به آبادیه. اگر تو هم موافقی با این صحبت، این انرژی رو به سایر مردم اصفهان منتقل کن که اصفهان ما محکوم به آبادی است و یقینا نمیمیریم تا وقتی که اصفهان رو همون جور آباد ببینیم. در قسمت بعد میبینیم که این شهر چه افرادی رو تربیت کرد و تحویل کشور عزیزمون ایران داد. بله،